سلام همه دوستان عزیز، امیدوارم که هر جایی هستین شاد و سلامت باشید. امروز یه چیز جالبی سر کار برام پیش اومد، گفتم بیام با شما شیر بکنم. یه همکاری دارم که شاید حدود 30 سال سابقه کار داره و سن و سالی ازش گذشته و همیشه میناله و ناراحته که چرا باید بیاد سر کار، حقوقی که میگیره اونطوری نیست که دلش بخواد و حالا اگه بخواد خودش رو بازنشسته بکنه مگه چقدر حقوق بهش قرار میگیره. اینا تقریبا صحبت‌های توی هر شیفتی که هست صحبت میکنه و من داشتم فکر میکردم که اگر ایشون این موقعیت بیزنس آنلاین رو شروع بکنه و اطلاعاتی راجبش بگیره چقدر خوب میشه. چرا؟ چون این بیزنس شرایطی رو برای فرد پیش میاره که بعد از 3 تا 5 سال میتونه حقوق بازنشستگی ثابت بگیره و این حقوق بازنشستگی هولوش $5000 در ماه هست. خب این خیلی جالبه که شما بتونید بعد از 3 تا 5 سال کار کردن آنلاین از هر جایی که دلتون میخواد، تو حیاط خونه‌تون، روی مبل اتاقتون یا حتی توی مسافرت بتونین درآمدزایی بکنین، یه جوری با شغلتون فان داشته باشین، لذت ببرین از شغلتون و بعد از 3 تا 5 سال بتونین بازنشست بشین بدون اینکه لازم باشه بخواین شغلتون رو ترک بکنین. خیلی این اگر فکر بکنین واقعا این چیز خیلی جالبیه و من داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوشحالم که این تصمیم رو گرفتم، به خاطری که واقعا دوست نداشتم تو این سن 60-70 سالگی بخوام برم سر کار و بعدش هم با یه حقوق بازنشستگی ناچیز بخوام بازنشسته بشم. این موقعیت شغلی رو از دست ندین، راجبش فکر بکنین. بیزنس دنیای آنلاین الان خیلی رو به رشد هست و بیزنس های آنلاین هم همینطور. اگر دوست دارین اطلاعات بیشتری راجبه این بیزنس آنلاین بدونین به من پیام بدین یا توی وبسایت من رجیستر بکنین. من تمام اطلاعات رو براتون میفرستم، در این مسیر همراهتون هستم با کوچ و من میشم منتورتون و کوچ فارسی زبانم هست که کمکتون میکنه و خیلی راحت با گذراندن دوره‌های آموزشی که براتون میذاریم و همش به صورت ویدیوهای ضبط شده هست که شما تا آخر اون بهش دسترسی دارید، میتونید این بیزنس خودتون رو شروع بکنین و اون موقع هست که میتونید در دوران بازنشستگی لذت ببرید و کنار خانواده‌تون باشید. اصلا لازم نیست به اون سن بازنشستگی هم برسید، خیلی سن جوان‌تر میتونید بازنشسته بشید با حقوق بازنشستگی اما هنوز کار انجام بدید. چقدر خوبه که بتونیم از لحظه زندگیمون لذت ببریم و استفادهشو ببریم. با من در تماس باشین تا اطلاعات بیشتر در مورد این بیزنس رو براتون بفرستم. هر جایی که هستین شاد و سلامت باشین و